عروسی دوم اجمل زین که اصلا باورتان نمی شود. دلیل جدا شدن اجمل زین از همسرش چی بوده است؟ اجمل در کدام کشور زندگی می کند؟ وی دارای چند فرزند است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. اجمل زین هنرمند با استعداد، موفق و ناماشنای کشور، وی از سن طفولیت با علاقه فراوانی که در هنر موسیقی داشت، وی در ابتدا یکی از آلات موسیقی به نام پیانو را آموخت. اجمل زین با آنکه در مزار شریف زندگی میکرد ولی به خاطر علاقه فراوانش به کابل برگشت و در یکی از بزرگترین برنامه‌های رقابتی موسیقی در افغانستان به نام صدای افغانستان اشتراک کرد. اجمل زین توانست در این برنامه رقابتی با حمایت آریانا سعید خوب بدرخشد و مقام سوم را از آن خود کند. اجمل زین با سرودن آهنگ دوری و دوستی در میان مردم افغانستان شهرت هنری خاصی برای خودش کسب کرد. اجمل با کمک آریانا سعید به کشور انگلستان رفت و در آنجا با یکی از دختران افغان که از ولایت زیبای سمنگان بود ازدواج کرد. ثمره ازدواجش اکنون یک دختر می باشد. شایعات در صفحات مجازی درس کرده است که اجمل زین از همسرش جدا شده است، ولی تمام اینها دروغ می باشد. وی زندگی خوشبختی را در کشور انگلستان دارد. اجمل به خاطر کارهای هنریش بیشتر اوقات به کشور ترکیه می آید و در آنجا آهنگ‌های جدید برای دوستدارانش ثبت می کند. من آرزوی سعادت، خوشبختی و موفقیت برای اجمل زین از بارگاه عزت منان دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران اجمل زین به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضویت کانال دنیا اینفو را ندارید، پس برای عضو شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید. علامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.